این آقا مجتبی خامنه ای کم کم داشت از اندازه خارج میشد. یعنی یک آقازاده ای که اندازش یک طلبه است داشت از جایگاه خودش خروج میکرد و به یک ابرقدرتی که سپاه رو در اختیار داشت، آیت الله ها رو در اختیار داشت، بعد توی سپاه اون سازمان مخوف اطلاعات سپاه رو و شخص طائب رو در اختیار داشت. این چون داشت از اندازش خارج میشد، من برخوردم به یک چنین سندی که ایشون از شهرام جزایری 800 میلیون تومان پول گرفته و اصلا ماجرای به اصطلاح دستگیری شهرام جزایری هم از همینجا شروع شد. یعنی بیشترین رقمی که شهرام جزایری پول داده به افراد مختلف از 10-20 میلیون تومان تا 500 میلیون مال همین آقا مجتبی خامنه ای بوده. منتها من میخوام بگم که پول گرفتن مجتبی خامنه ای 800 میلیون تومان از شهرام جزایری الان عددی نیست. بابک زنجانی دقیقاً توسط مجتبی خامنه ای هدایت شد به سمت بلعیدن یک ثروت افسانه‌ای. مجتبی خامنه ای تمامی اتفاقات سال 88 رو مهندسی کرد. مجتبی خامنه ای کسی است که در اتاق تمامی مسئولین شنود کار گذاشت. مجتبی خامنه ای کسی است که اطلاعات سپاه رو نفوذ داد توی عرصه‌های مختلف، ذلیل کردن مثلا آقای هاشمی رفسنجانی رو و شخصیت‌های بزرگ رو. حتی مثلا نمونه‌های مختلفی هست که حالا میشه به اونها پرداخت، اما من میخوام بگم که مجتبی خامنه ای چون داشت از اندازش خروج میکرد و داشت به هر حال من معتقدم دست اینا به خون مردم آغشتن. اون وقتی طائب میاد دستور میده به بسیج و قرارگاه سارالله و دیگران میریزن قمه کش‌ها و زنجیر به دستا و اینها و میزنن مردم رو میکشن، خب این چک سفیدش رو از آقای مجتبی خامنه ای گرفته و به طریق اولا از بیت رهبری و شخص خود رهبر. اینها مفسده های بزرگی است که ما به هر حال اگر یک فرد مسئولی یک کاری کرده بود میرفتیم به لحاظ قانونی و اون مسیر قانونی یقش رو میگرفتیم. اینها آدم های فراقانونی هستند. ما نمیتونید به مجتبی خامنه ای بگید که آقا شما چه کاره این مملکت هستید که اطلاعات سپاه در اختیار شماست و شما مثلا در اتاق مسئولین شنود میگذارید. شما چه کاره هستید که مهندسی میکنید انتخابات رو؟ شما چه کاره هستید که این همه پول، میلیارد پول توسط بابک زنجانی جابجا